بازار چطور کار می کند؟ چه چیزی قیمت را بالا و پایین می برد؟ بازار جنگ بین خریدارها و فروشنده هاست. کندل چطور ساخته می شود؟ آیا ربات یا AI آن را می سازد؟ کندل نتیجه واقعی معاملات است، نه ساخته ربات. آیا هر طرف که پوزیشن بیشتر داشته باشد، قیمت همان طرف می رود؟ نه، قدرت سفارش‌های لحظه‌ای مهم است. کانسولتیشن چیست؟ بازار در حال استراحت و جمع کردن نیروست. جمع شدن نیرو یعنی چه؟ مثل فنر که فشرده می شود و بعد ناگهان رها می شود. سپلاین چیست؟ چه کسی آن را می سازد؟ جایی که فروشنده‌های قوی وارد می شوند و قیمت را پایین می کشند. اوردر بلاک چیست؟ آخرین کندر قبل از حرکت قوی، جایی که پول بزرگ وارد شده. چرا خریدار یا فروشنده ضعیف می شود؟ چون یا قدرتش تمام می شود یا طرف مقابل قوی تر می شود. چطور عملی ترید کنم؟ بیا یک مثال واقعی ببینیم. خلاصه چی شد؟ بازار فقط جنگ بین خریدار و فروشنده است. هر طرف قوی تر باشد، قیمت را همان طرف می برد.